شب سوم از 1001 شب. شهرزاد ادامه داستان افریت بازرگان را شروع کرد. چون دیو از 1/3 خونه تاجر درگذشت، در همان دم پیرمرد دوم با 2 سگ در کنارش سلام کرد و گفت: ای دیو، شنیدم این مرد را به خاطر خونخواهی پسرت گرفته ای. اگر اجازه دهی من نیز داستانی دارم از وفاداری و خیانت که اگر تو را به شگفت آورد، از 1/3 دیگر خونش درگذر. دیو گفت: بگو ای پیر دانا. پیرمرد گفت: 3 برادر بودیم و پدرمان بعد از مرگش ثروتی به جای گذاشت. من بزرگتر بودم، آنان کوچکتر. پس از مرگ پدر هر یک بهره خویش گرفتیم. من در شهر ماندم و بازرگانی پیشه کردم. برادرانم اما گفتند ما به دریا می رویم تا سودی بزرگتر به دست آوریم. رفتن و پس از سالی بازگشتند، تهیدست و پریشان. من با مهربانی از آنان استقبال کردم، لباسشان دادم و خوراکشان ساختم و از مال خویش به آنان سرمایه‌ای دوباره بخشیدم. چند ماهی نگذشت که گفتند: ای برادر، این بار با ما بیا، چون تو با ما باشی بخت یارمان خواهد بود. من از مهر با آنان همراه شدم. در میانه راه کشتی ما به جزیره سرسبز رسید. آنجا زنی دیدم از پریان، زیبا چون سپیده، که به من گفت: ای مرد نیکدل، من از تبار پریانم، اما دل به تو بستم. اگر با من ازدواج کنی در همه عمرت غم نخواهی دید. من پذیرفتم و روزی خوش با او آغاز کردم، اما چون برادرانم او را دیدند، حسادت در دلشان افتاد. در میانه دریا شب هنگام که همسرم به خواب بود، مرا گرفتند و به آب انداختند. من در ظلمت دریا غوطه ور شدم و مرگ را دیدم، اما همسرم چون از خواب برخاست فهمید چه شده است و برادرانم را به زنجیر کشید و خود را به دریا افکند و من را نجات داد. وقتی به ساحل رسیدیم گفت: آیا می‌خواهی برادرانت را نابود کنم؟ من گفتم: نه، آنان را مکش، تنها کاری کن که پشیمان شوند. او وردی خواند و در همان دم 2 برادرم به 2 سگ سیاه بدل شدند. از آن روز آنان را با خود می‌گردانم تا هر روز بار گناهشان را به یاد آورند و بدانند خیانت جز پشیمانی ثمر ندارد. چون پیرمرد سخنش به پایان برد، دیو بر او گریست و گفت: به خدای بزرگ سوگند، این حکایت از نخستین شگفت‌تر است. به پاس آن از 1/3 دیگر خون این مرد درگذشتم. در همان دم پیرمرد سوم پدیدار شد و در همان دم سپیده برآمد و شهرزاد سخنش را به پایان برد. او خاموش شد تا جانش برای شب دیگر باقی بماند. شهریار گفت: به جانم سوگند که سخنت از 1000 گنج گرانبهاتر است. و شهرزاد در دل گفت: تا شب دیگر و داستان دیگر. و این فقط یک قسمت از داستان بود. در قسمت‌های بعدی رازهای بیشتری از زندگی شهرزاد و داستان‌های عجیب غریب‌تری که در انتظار شما هستند خواهیم گفت. اگر می‌خواید بیشتر از این دنیای پرهیجان و معماها کشف کنید، به ما بپیوندید و قسمت‌های قبلی رو از دست ندید تا قسمت بعدی همراه باشید. راستی لایک و سابسکرایب فراموش نشه.